Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p hastید دوستانم، همه طرف tinch، کاراتون ساز. امیدوارم که زندگی کاتون خوبه، همه طرف tinchید. خداوند بزرگ همه وقت هم که tinch باشید، در امن باشید، در امان خدا باشید. زنده باشید، زنده باشید. تن صحت و خانه آباد باشید، در کجای باشید نباشید خداوند یار و مددگارتون باشه. راستی گپ. سلام حاجی. و علیکم السلام. و علیکم السلام. دوام میکنم که خداوند بزرگ دولت دنیا را سرتان که برایزونه و در خانه خودش مهمانی دعوتتان کنم. مکه منوره، حج، خانه خدا. حمد حاجی شین حاجی. سلام علیکم حاجی. و علیکم السلام. سلام علیکم ابای حاجی دوست مراد. و علیکم بر سلام. زنده باشید. سلام سلام دوستانی بهتر از جانم، سربلند باشید، خداوند نگهبانتان باشد. نمجه 50 کسک در اومده دیگر لایک ها رو بجقین، یک برادر رو بدروین و یک روبروی همدیگر یک صحبته کنیم، یک صحبته که گرم و جوشان کنیم. چند خشید روسی ها یوتیوب در پرمای فیلم نکردیم، یک روبرو با صحبت میکنیم با خوب میشوم که میخوانیم. در حق ما هم دعاگو باشید. البته که در حق همه شما ما در حق وطنم دعا میکنم، در حق خلق خودم، در حق همه شما ما دعاگوم. خداوند بزرگ چه آرزو و نیت نیکی دارین خداوند بزرگ به نیتاتون برسونه. خداوند بزرگ دستی کم نبینید، در کجای باشید نباشید خداوند نگهبانتون باشه. مبارک شود که هزار رحمت شما دم طلاق بگردونه. حاجی دوست مراد سازی هزار رحمت. جولانبک حسنوف هزار رحمت اکا جان. برات ابوبکر جان سلام علیکم حاجی جان. و علیکم السلام. زنده باشین. فقط شما دعاگو باشین که خداوند بزرگ ایمان منو مستحکم بگردونه. دعاگو باشید که من شما رو دعا میکنم که خداوند بزرگ ایمانتون مستحکم بگردونه و خانه خدا را، خانه زیبای خداوند به شما نصیب بگردونه. و بیاین حمد حاجی شین دخترکای هستن. سمیه سلام علیکم. و علیکم السلام. سمیه بونو خداوند بزرگ سمیه بونو حاجی بیبی شوند. حاجی بیبی حاجی دسمرات سازی رحمت اکر رحمت. قدمتون روز پید نکردم خوندن تا عذر زیاد. سلام علیکم اکا حاجی. خداوند نگهبانت باشد. در حق ما هم دعا کنید و زنده باشید. البته که در حق شما ما دعا میکنم، البته دعا میکنم. اینجا 102 لایک ها رو بجقین، یک در برا شود ایشالا که صحبت میکنیم. روز راستی گپ سهر بر وقت خستیم بامداد، راستی گپ زیخ شدیم، دیدیم این دوستی عزیز مانید دمیربک از دنیا گذشته. خداوند بزرگ که هممون نگهبان باشه. اول دنیای چی نیست، نگاه میکنی که همیه میگه آنان که کهان بوند آنان که نوند، هر یک از پی یک دیگر یک ها یک بشوند. این ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. این دنیا میخیله که رفتن میریم با میایم با میروند. همیه دنیا همیخی ساخته شده که خداوند برای چی بخل، کینه، رشک، حسد، این تمامی چیز خداوند هست کنه. اگر برای نمیخواد یک ایرا که همه فکر کنی ایرا هیچ که فکرش در رفتم نمیتونه. برای همه همه گفته استم که رشک و حسد و بخل و کینه و غرور و خشمگین شدن، عصبانی شدن، این همه را خداوند که برای یک چیز آفریده که همه کار حکمت داره. برای همه خداوند بزرگ همین نعمتایی که هست در بالای سرمون، پدر و مادرمون، خداوند بزرگ نگهبانمون باشه. هم نعمت‌ها را دست ندیم، در بالای سرمون باشه نعمت‌هامون. خداوند بزرگ والله بزرگ فقط همین
دوام میکنیم که پدر مادرمون در بالای سرمون باشه و زن و فرزندمون تنج باشه و مردم تاجیک، ملت تاجیک همه وقت سربلند باشه و در جای باشیم نباشیم خداوند یار و مددگارمون باشه. من بازم تکرار به تکرار میگم خداوند بزرگ ملتی مرا، خداوند بزرگ دوستای مرا، خداوند بزرگ برادرای مرا، خداوند بزرگ هم سفرای مرا، خداوند بزرگ همه دوستایی که در همین اینترنت ها هستن و دوستایی که در مقصد پادپیچکای ما هستن، همش خداوند بزرگ نگاهبان باشه، در پناه امان خودش حفظ بکنن. سربلند باشید حاجی. شما در ساعت چنده ای؟ حاجی اینا میبینیم ساعت در اینجا راستی گپ 21:07 21:07 برادر. ای زنده باشین. سلامت باشید، سلامت باشید. ممکنه نمیره حاجی جان، البته ممکنه سربلند باشین، سربلند باشین. حاضرش من نمره هم تاجیکستان هم داریم، هم واتساپ داریم. نمرم آسانه که اینم کلمای افیرده میگم کسانی که در کار مرامت بنویسن. زندگی خودش همین، دنیا خودش همین معاشرت های. نمرم 918 25 55 66 ایکا 918 25 55 66 واتساپ دارم. نمرم گیرونه انشالله که تاجیکستان برم گیرون نشود. سربلند باشید حاجی دوست مراد. سلامت باشید، در حق ما هم دعاگو باشید. مبارک شما حاجی، هزار رحمت، هزار رحمت. شما را هم طلاق بگردان و کسانی که حج آمدن خداوند بزرگ دوباره بیارشون. کسانی که آرزوی آمدن خانه خدا را دارند به کعبه، به مکه، به مدینه، خداوند بزرگ نصیب شما بگردان و بیاین. سربلند باشید دوستان بهتر از جان. نگاه میکنی چشم میپوشه این روز هستی، اون میکنی که نیستی. اون میگفتن که خوابی که خیستی که اونم خیلی این زندگی هم خیلی خودش. سربلند باشید. خیر راستی که اونم یکم بره اومدیم اینجا در شرط شرایط خودش داره، قانونای خودش داره، رفتار و چی خودش داره. اینجا هم هر کس هم مقصد نمیتونه که بیایا و بدرویا نماز شب خونه خیلی گپ نیست. میای اینجا در اچرت میگیری کار و رفتار. لیکن ما همین خدا را شکر میگیم که دیم باره در اومدیم. این ما اومدگیم کعبه نیرو 3 روزه شد. 2 روز شد اومدن مونه، این روز 3 روزه. اصلا 2 سوتکه راه نشید به فکر ما. 2 سوتکه راه نشید در کعبه در مدینه بدیم قروز. 2 بار در اومدیم خانه خدا زیارت. خدا را شکر میگیم که در اومدیم روز جمعه در صف پیش جمعه را خوندیم. این هر کس دم نصیب نمیگرده. آدمایی هستن که 4 بار میگه حج اومدیم آرزو داریم که یک نماز مون درم درونی مقصد درونی همون کعبه بخونیم نمیتونیم میگه. نه بعد مون میشه که خداوند نصیب شونده نمیگردونه. نصیب ما ده که بده در اومدیم در صف پیش. نه باور کنید که با یوتیوب هم نهسته بدرایم ببینین. خدا را شکر میگیم که ما را خداوند چنین پیشواز گرفته که چه در صف پیش. هر وقتی که میگه اعتدا کردم به قرآن مجید میگه که مقصد باور میکنید یک خیلی میشه که خودت اون گپا گفتن میشه. این احساسات ما گفتن نمیتونم. باور میکنید اون یک خیلی هست که هم نیت کردم میگذارم یک صد رکعت نماز جمعه وقتی بر من رسول آوردم به قبله من به جهت خانه کعبه میگی کعبه در پیش تایکو با قدرت خدا. آدمایی هستن که زار گیره کردن میغیرتن، قوت ندارن دیگه، قوت نمیکنن. خیلی با دل و گرده در کار کردن. راست بیستی میگی نیت کنیده باور میکنه آدم رو لرزشون میگیره. وقتی که خیلی کدگیرن که خیلی کتل میبرویدن، خیلی نمیخیلیدن میبروی پیش دارن، خیلی میبروی که خداوند بزرگ همه تون نصیب بگردونه بیاین. بعد این حسیات بفهمین شما، بعد این مقصد این گپی که من گپ زدم شما بفهمین. بعد خیلی میدونم بسیار آدم ها آمدگیان میدونن خداوند بزرگ همه تون نصیب بگردونه. باز همین دعا میکنم در همین خانه خدایم
الهی آمین. خدایا خداوندم پاک و پروردگار همه برادرای مرا، همه دوستای مرا، ملت مرا، تاجیکستان مرا انقدر تنج آرام خداوند بزرگ دولت دنیا را در سر ملت تاجیک بریزونه، در سر برادرای من بریزونه، خاک گیران زر شوه خداوند بزرگ پیش کارشان کشاده کنه، پاک و پروردگار را در نزد دشمن سرخمشان نکنه، همه وقت خوش خرسندانه باشند. پاک و پروردگار را در پناه اسمت خود نگهبان باش. برحمت که رحمت رحیم. الله اکبر. سر بلند باشه برادر راستی. پیروز 20 سال بعد گشتیم کدام میتونه سلامتون علیک نگرفتیم. عذر زیاد همتون و علیکم با سلام برادرای من. خداوند بزرگ همه شما را نصیب بگردونه که بیاین خونه خدا زیارت کنین. انشالله که خداوند بزرگ ایمانمون رو مستحکم بگردونه. فقط ای خدا زوره کنیم که ایمانمون رو مستحکم بگردونه. همین آدم ایمان داشته باشه همش میشه دیگه. فقط ایمان. میگه که ای بار خدای عرش کرسی 6 چیز به ما عطا فرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی. سبحان الله به هر دمم یار توی، سبحان الله کشایش کار توی، سبحان الله به عزت کل فیکون، سبحان الله مراد همین جماعت مسلمین را حاصل کن یا برحمتک ارحم الراحمین. الله اکبر. اگه گپاتون خونده نتونستم عذر زیاد هاشم به صحبت بد. سربلند و خانوباد و تنصحت باشین. انشالله که صحبت باقی با ایقه که وقت یافتم انشالله که قطع شما صحبت میکنم. برادرای جان من شما همه وقت در فکری ما هستین، در قلبی ما هستین. هر وقتی که میدروی مقصد در خونه خدا هر یک وقت ساعت داره. وقتی مقصد ذکرش دل نای، وقتی نماز خونیش الهیده جدای، وقتی که مقصد ایجاد همه تلفن دارن، همه سیامکا میکنن، همه صورت میگیره، همه نمود ناتسیا هندوستانی بسیار مقصد افغانو بسیار مقصد تمام ملت هست. روسا را دیدم مسلمانان روسا همه نمود هست، همه سیامکا میکنه، همه چی به وقت ساعت جا به جا گذاری کنه، همه چیش. برای همین خواهش شما برادر عزیز یگان فکر نکنین که مقصد اینجا رفتین ذکر کنین. وقتی ذکر عدل نه، وقتی که خونه خدا رو میدروی عدل نه، وقتی نماز عدل نه، همه چی به هم خیلی پدراب نکردگن که همه چی آدم مثبت میکنه. همه چی درست دیگه 20 سال بعد در پروپر بدیم، در دودا بودیم مونده شدیم. ان شاء الله که صحبت باقی. من وقت یافتم با الان نیمی بچه‌ها رو خواب بودی سیده وقتی یافتم با شما هم صحبت میشم. سر بلند و خانه آباد باشید. خداوند نگهبانتون باشه. خداوند بزرگ به اقبالتون نکنه. سر بلند و خانه آباد باشید. زنده باشید.